ممکنه کسی مشکلش این باشه که میگه من خیلی سخت میبخشم، خیلی سخت فراموش میکنم و اصلا کسی یک خطایی در حقم کرد در قلبم چنان حک میشه و نقش میبنده که شبانه روز مثل یک کابوس همرامه و اصلا نمیتونم فراموشش بکنم، لذا نمیتونم ببخشمش. دیگه همینطور مسائل جلوتر میریم. خب طرف ممکنه بگه من خیلی خودخواهم یعنی همه چیز رو برای خودم میخوام و اصلا رفتاری که خلاف خودخواهی باشه از من سر نمیزنه. یکی از بارزترین خصلت‌هایی که ضد خودخواهی است عبارت از توجه به دیگران، حالا در حوزه‌های مختلف. یکی از اینا این است که انفاق، بخشش کمک‌های مالی و غیر مالی. هر کس اهل این هاست یه علامت بسیار خوبی است برای اینکه او دیگرخواه هم هست. اما کسانی که این خصلت رو ندارن دیگه علامت بارز خودخواهی است. یعنی من فقط به خودم توجه میکنم، فقط به خودم نظر میکنم، فقط خودم رو مد نظر قرار دارم، دیگه به دیگری کار ندارم. یکی ممکنه به نوعی حالا دچار حسادت یا وسوسه های ذهنی یا امثال اینها شده است. ممکنه به نسبت غیر خدا ترس های فراوان در دل دارد و برای غیر خدا احترام و قداست زیادی قائل است. چیکار کنم با این قضیه؟ و همین جوری دیگه حالا هر کس، اینا نمونه هایی بود برای اینکه ما اینجوری رجوع کنیم به درون خودمون، به نفس خودمون و خودمون رو بهتر و بیشتر از دیگران میشناسیم. بعد میایم سر زبان، گفتار. ممکنه کسی بگه که من نیشهایی با زبان میزنم، حالا گاهنم خودم خوشم نمیاد ولی دیگری رو تحقیر میکنم، با این طعنه میزنم. همون اصطلاح همزه و لمزه است. میگه من ممکنه دچار اینم، بعضی وقتا ناخواسته دیگری رو تحقیر میکنم، بعضی وقتا عمدی خواسته. اصلا گاهی میگه اصلا تمرین کردم، کلمات یاد گرفتم که دیگرانی رو تحقیر کنم. خب بعضی میگه من عادت به بدگویی دیگران دارم، به غیبت دارم. بعضی میگه من مشکلم اینه زیاد دروغ میگم. بعضی میگه در نسبت دادن تهمت‌های ناروا به دیگران من مشکل دارم. عرض کردم دیگه مهمترین شرطش همون شفافیت و رو راست بودنه. یعنی ما اینا رو به کسی نمیگیم، برای خودمون یادداشت میکنیم و نگه میداریم. و عیوب مختلفی که برای زبان ذکر شده که تحت عنوان آفات زبان ازشون یاد میشه و هر کسی میدونه آفت زبان خودش چیه و هر کسی عرض کردم میدونه آفت رفتاری خودش چیه. یکی دیگه از این آفتهای رفتاری که یادم اومد که
و ممکنه در خیلی ها وجود داشته باشه، این است که تحت عنوان تطفیف در قرآن ازش یاد شده. یعنی وقتی من دارم برای دیگران حساب میکنم و بخوام حقم رو بگیرم بیشتر بگیرم، اما وقتی که بخوام حقی رو ادا کنم نهایت تلاشم رو میکنم ازش بزنم. و این رو در درون خودم نوعی زرنگی تلقی میکنم. خب راه حلش چیست؟ کجا مراجعه بکنم؟ ما وقتی که این مرحله رو پشت سر گذاشتیم، این بحث خودشناسیش بود. وقتی که ما این مرحله رو پشت سر گذاشتیم، یعنی تشخیص ما تقریبا کامل شد، اون وقت است که دیگه ما باید سراغ قرآن بریم و هر وقت خوندیم دقیق بفهمیم دنبال چی هستیم. میگه گفت که به من بگو دنبال چی هستی تا بگم چیکار کنی. تو اول باید بدونی که دنبال چی هستی. پس ما در قرآن دنبال شفاییم و این تضمین رو خدا کرده که قرآن شفاء لما فی الصدور است و این کار رو براتون انجام میده. پس ما اگر بخوایم واقعا بهره بگیریم، ممکنه گفته بشه، این شاید خیلی ها شنیدن، میگه من هرچی هم قرآن میخونم یا با خدا ارتباط میگیرم هیچ تغییری پیدا نمیکنم. باز کسانی میگن که مقداری با خودشون صریح و شفافن، میگه بهره ای نمیبرم، احساسی تغییری در وجود خودم ندارم. مهمترین عاملش اینه که خب شما اول سوال میشه که شما دنبال چی هستی؟ و این نکته رو هم عرض کنم که بعضی وقتا دیگرانند که مشکلات ما رو به ما یادآوری میکنن، یعنی همش خودمون نیستیم. گاهی در معاشرت با دوستان، خب از زبان بعضی از بزرگان نقل شده، میگه من تحسین میکنم کسی که عیبهای من رو به عنوان هدیه به من برگردونه. خب بعضی از عیوب ما در معاشرت و در رفتار با دیگران است که خودشو نشون میده و ممکنه ما متوجهش نشیم. خب اگر دیگری این انعکاس داد به ما که فلانی، گاهی اوقات هم با خیلی احتیاط گفته میشه، چون معمولا بسیاری از آدم ها از اینکه عیبی رو بهشون گوش زد بکنی ناراحت میشن. ممکنه دیگه بعد از اون گفته اونا پایان رفاقت رو اعلام کنن. میگه فلانی، من مدتی که با شما هستم، مثلا با شما شریک شدم در یک کاری، میبینم که شما در حساب کتاب آدم دقیقی نیستی، بعضی چیزا از زیر چشم در میره، از زیر قلم در میره، اینا حقوق مردمه. خب این ممکنه خود شخص متوجه نبوده و گاهی هم از زبان دیگری که میشنوه بعضا تأثیر گذارتره. یا میگه آقا شما، من دقت کردم خیلی حواست به زبانت نیست، بعضی چیزا جایی بر زبان میاری که شایسته نیست. بعضی از این چیزا اینجوری کشف میشه، یعنی در معاشرت ما با دیگران. و یکی از راه‌های دیگرش این است که ما ممکنه قرآن بخونیم، در لابلای خوندن ما مشخص باشه که بله اینجا یه عیبی وجود داره و اون در منم هست. پس اینا راه‌هایی است برای اینکه ما خودمون رو بشناسیم. و عرض کردم مهمترین نقطه شروع ما برای بهره‌گیری از قرآن اینجا آغاز میشه.
و بعید است کسی که با این ذهنیت، با این پیش زمینه سراغ قرآن بره ولی داروی مناسبی برای درد خودش پیدا نکنه. خب این مرحله مهمترین مرحله. مرحله بعدی بحث یافتن داروی مناسبه. پس تشخیص وجود داره. شخص میگه من دنبال فلان دردم هستم، اصلا برنامه باید بذاره. مثلا میگه من این ختم قرآنم این بار دنبال فلان معالجه میگردم ببینم راهاش چی ان، کجاست. پس دومین مرحله پیدا کردن داروی مناسب برای اون درد. این چجوری اتفاق میفته؟ یا شخص خودش به هر حال از قرآن آگاهی داره و اطلاع داره و هر وقت میخونه میتونه این بهره ها رو ازش بگیره، و یا اینکه به کسی که اهل فن مراجعه میکنه، میگه من فلان درد رو دارم، کجا دنبالش بگردم؟ چه آیاتی از قرآن میتونن به من کمک بکنن که مشکلم رو حل بکنم؟ پس این بحث پیدا کردن داروی مناسب. مرحله بعدی عبارت از بکارگیری اون داروی مناسب دقیقاً مطابق اون دستورالعملی که داده شد. ما اگر اون دو مرحله اولی رو هم طی بکنیم اما تو مرحله سومش بمونیم کاری نکردیم. و اون مرحله سوم بسیار بسیار حائز اهمیت که عبارت از بکارگیری، یعنی عمل مطابق اون نسخه. الان هر کدوم از من و شما برای علاج یک بیماری جسمی اگر اون دو مرحله رو طی کنیم، بعدم که متخصصی که بهش مراجعه کردیم و بهش اعتماد داریم داروهایی به ما داد، بعدم رو هر کدوم نوشت مطابق دستورالعمل مصرف شود. ما نسخه رو هم گرفتیم، داروها رو ما آوردیم خونه، توی یخچال گذاشتیم، استفاده نکردیم. خب طبیعیه دیگه، فقط هزینه کردیم، کار دیگه نکردیم. و اینجا ممکن است مورد ملامت حتی خودمون هم گاهی واقع بشیم و مورد ملامت دیگران حتما واقع میشیم دیگه، از نزدیکانمون. میگه تو این کارا کردی، این مراحل رفتی، برای اینکه کار نتیجه بده خب دقیق همونجا متوقفش کردی. این آخه چه عاقلی اینو میپذیره؟ لذا در مرحله آخر که مهمترین مرحله است، ما دیگه اونگاه است که میگیم ما از این نسخه‌ای که برامون پیچیده بودن استفاده کردیم. چند مرد دقیقه مونده؟ خب حالا وارد این قسمت میشیم به نسبت قرآن که ما این مراحل رو طی کردیم، یعنی دست به خودشناسی شفاف و صریحی زدیم با خودمون. بعد داروی مناسب هم پیدا کردیم، اما تو آخرین مرحله موندیم. و اصلا ممکنه یه درد باشه خودش، یعنی شخص میگه من تا اینجا میتونم بیام ولی از این به بعدش
نیستم، قرآن رو که میخونم و دردها رو هم میدونم، داروی مناسب رو هم پیدا میکنم، اما دیگه تو اون مرحله اصلی، یعنی عمل کردن به مقتضای این و مطابق اون نسخه عمل کردن، دیگه اینجا مشکل دارم. عنوانی که من انتخاب کردم بحث تلاوت نامطلوب و بی ثمر و تلاوت مطلوب و مثمر ثمر یا نتیجه بخش. ما چه کارهایی باید بکنیم که یعنی این عنوان دقیقاً درست باشه که مثلا روستای قرآنی چه مراحلی رو باید طی بکنیم و اساساً اینجا چه مراحلی طی میشه که دیگه این بحثا هم برای اینه که این عنوان باید خیلی هنوز کار بشه که تا این عنوان مصداقیت پیدا بکنه. یعنی زمانی ما به کسی میگیم قرآنی چه مراحلی رو باید طی کنه؟ آیا حفظ کردن؟ آیا یاد گرفتن به اصطلاح قرائت مجوده؟ آیا خواندن مکرر روزانه، ماهانه و سالانه؟ این مطلوب است که ما تغییری رو احساس نکنیم در خودمون و با اون ذهنیت نیومده باشیم به سوی قرآن، ببینیم این مطلوب است یا نه. عمدن این عنوان رو انتخاب کردم که قدری در ذهن هم بزند و هم بماند. خب در این آیه که برای قرائت نامطلوب انتخاب شده، خدا در سوره بقره دیگه برای اهل قرآن و حافظان و اینا این خیلی بسیطه، همه میدونن جایگاه این آیه کجاست و خطاب به چه کسانی است. خب در این آیه بحث یهودیانی است که کتاب را میخوانند، اما آنچه که در کتاب آمده است در رفتار اونها دیده نشده است. و قالت اليهود لیست النصارى على شيء و قالت النصارى لیست اليهود على شيء. این آیه رو ممکنه بارها خوندید دیگه، حافظان و تالیان قرآن بارها این آیه رو مشاهده کردن. و هم یتلون الکتاب، این جمله نقشش چیه تو این وسط؟ و هم یتلون الکتاب یعنی اگر نبود چی میشد؟ ما بدون اون آیه رو بخونیم. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. آیا تورات گفته است که نصارا بر هیچی نیستند؟ آیا انجیل گفته است که یهودیان بر هیچی نیستند؟ یعنی این بینش رو و این باور و اعتقاد رو اینا از اون کتابا گرفته بودن؟ قطعا خیر. و هم یتلون الکتاب یعنی این باور در حالی است که اینها کتاب خودشون رو دارن تلاوت میکنن، اما هیچ اثر مثبتی اون کتاب در فکر و بینش اینها نگذاشته است. پس تلاوت ممکنه رخ بده و ما بارها بخوانیم،
اما در عمل نیاره و خودشو در رفتارمون نشون نده. اونگاه در مقام توبیخ به ما میگن تو که کتاب هم میخونی. یعنی اینجا مدح و ستایش نیست که شما کتاب میخونی، در مقام ذم و مذمت شخصه. میگه شما با این که کتاب میخونی اینجوری فکر میکنی، یعنی تو اون کتاب خلاف این افکاره. پس اگر میخوندی این فکر رو نداشتی، یه تلاوتی است نامطلوب و بی ثمر. اما آیه بعدی تقریبا یک صفحه دو صفحه بعد از اون آیه است. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به. یتلونه حق تلاوته، نتیجهش اون بعد از اینه اولئک یؤمنون به، یعنی به قرآن ایمان میارن وقتی کتاب خودشون رو حق تلاوت میکنن. و این میشه تلاوت اثر بخش، یعنی بر بینششون، بر اعتقاداتشون اثر گذاشته.